بگید چی می‌خواستید این بچه‌ها بگید؟ بگم یه آرایشگاه آب زده هر دوشون یه امروز من دوتایش ماندی. الان بچه‌ها شما رو مسخره کردن. خب مسخره و شما دقت نکردید به بندم تیکه انداختن چون بندم رفته بودم آرایشگاه. دقیقه که گفتم نگه همین بود چون من به خدا به شما دقت نگم ولی اینا خیلی به چشمم. از وقتی که لاستیک کوچیک‌تر افتاد جلوی تراکتور همه احتراما از بین رفت. پول گیرشون اومده رفتن آرایشگاه. نمیگه تخفیف گذاشت. معلومه تحقیل گذاشتن 3 تا